أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. در تعبیر خوبها قرار داریم. برادران و خواهران و شنوندگان گرامی عزیز، میخواهم در این روز درباره مرد مرده، خوابهایی که درباره مرد مرده دخل دارد تعبیر نماییم و بسیاری از دوستان ما هم خواهشمند این حادثه هستند. آغاز میکنیم. کسی که میخواهد بداند وضعش نزد خدای متعال چگونه است، باید ببیند در خواب نزد افراد صالح و با دیانت که مرده‌اند چه وضع دارد. اگر ببینند مرده به او بشارت داده‌اند و با او سخن نیکو گفته‌اند، نزد خدا وضع خوب دارد و اگر با او سخن ناخوشایند گفته‌اند، تعبیرش برعکس این است: مرده زنده شده. اگر شخص مرده را در خواب ببیند و با او بگوید تو مرده بودی و او بگوید من زنده ام، دلیل آن است که وضع آن مرده در آن جهان خوب و خدای متعال از او راضی است. خدای متعال در قرآن معظم و مکرم می‌فرماید آنان را که در راه خدا کشته می‌شوند مرده مپندارید، بلکه زنده اند و نزد پروردگارشان روزی میبرند. مرده را چیزی دادند. اگر کسی در خواب ببیند لباس خود را به مرده داد، دچار غم و اندوه می شود. اگر ببیند مرده به او قرآن یا کتاب فقه داد، موفق به طاعت و عبادت می شود. اگر ببیند مرده لباس می فروخت، آن وضع لباس کران می شود. مرده نالیدن. اگر کسی در خواب ببیند مرده ناله میکرد، آن مرده در دنیا بدکردار بوده است. اگر ببیند مرده از دردسر مینالید، دردی نسبت به مردم تکبری کرده است. اگر از درد چشم مینالید، در دنیا بدن مردم نگاه کرده است. و اگر از درد گوش مینالید، غیبت گوش کرده است. و اگر از درد دندان مینالید، با مردم بسیار فحش داده است. اگر از درد پهلو مینالید، با زنان فاسد و بدکاره مراورت داشته است. و اگر ببیند درد شکم است، مال حرام خورده است. مرده جامه پوشیده. اگر کسی در خواب ببیند مرده لباسهای خوب پوشیده، دلیل آن است که با ایمان از دنیا رفته است. و اگر مرده را با لباسهای سفید ببیند، در آخرت وضع او خوب است. و اگر با لباسهای سیاه ببیند، تعبیرش برعکس این است: لباسهای زرد و کبود دلیل مصیبت است. اگر ببیند با مرده لباس پوشانید، اجلش فرا میرسد. مرد در خواب نشانه برهم خوردن خوشی‌های زندگی است. بعضاً آن برای شخصی که در حال دشوار و قشاقی قرار دارد، زندگی سیر و پر را بشارت می‌دهد. در بعضی حالت‌ها مرگ را خواب دیدن اشاره به آن است که انسان باید روز مرگش را اندیشه نموده در زندگی بیشتر اعمال نیک انجام دهد. همزمان مرگ نشانه اعتماد عمیق و دانش ازلی است. چندین کرد مردن خود را خواب دیدن نشانه آشوب و نزاع است. تعبیر دیگری مرگ در خواب پدر عروس، عمیق‌ترش نزدیکان شوهر، استراحت و آسایش، دهشت و جنگ و جنجال است. مرگ را خواب دیدن نشانه سیاحت نیز بوده میتواند. شخصی فوتیده را خندان خواب دیدن معنای آن را دارد که روحش در بهشت است و گناههایش بخشیده شده است. همزمان برای نفری که در حالت ترس یا اندوه قرار دارد، مرگ را خواب دیدن نشانه نیک را دارد. شخصی فوتیده را هنگام غرق شوی خواب دیدن معنای در گناه خود غرق شدن را دارد. مرگ والدان در خواب نشانه کمبودی در زندگی است. مرگ زوجه کم شدن نیروی حیات و از زندگی دلمانده شدن مرد است. مرگ نفر بیگانه را خواب دیدن از کار مهم پشیمان شدن است. مرگ خود یا مرگ نفر را خواب دیدن، شخص یا در زمین مرده و عریان خواب دیدن نشانه آن است که این نفر مفلس می شود یا به چیز سخت نیاز پیدا می کند. مرگ خود را خواب دیدن نشانه دراز عمری است. بعدی مردن زنده شدن خود را خواب دیدن معنای در زندگی دست به گناه زدن و
پشیمان شدن را دارد. شخصی که خود را مرده و در کفن خواب می‌بیند در زندگی به کامیابی‌های زیاد نائل می‌گردد، ولی دین و ایمانش ضعیف می‌گردد. این بود یکچند مسائلی که ما بیان نمودیم. باقی سربلند و پیروز، خانه آباد و در زندگیتان بردباری ها تمام ندارم. خدا نگهبانتان.